به نام خدا. سلام. من گوینده یا مجری برنامه خاصی نیستم. من امشب بنا دارم تا از اوج فاجعه‌ای با شما صحبت کنم. فاجعه‌ای به نام شیشه. فاجعه‌ای که شاید همین نزدیکی های ما باشه. فاجعه‌ای که شاید به زودی گریبان خیلی از نزدیکان ما یا خود ما رو بگیره. من 3 سال شیشه مصرف کردم. با انواع تجربه توهماش آشنام. تجربه‌ای از قبیل سیر و سلوک‌های به اصطلاح معنوی گرفته تا رانندگی‌های جنون‌آمیز با سرعت نزدیک 200 کیلومتر در اتوبان‌ها، تا شب زنده‌داری‌های حدود 4 تا 5 شب، تا دعواهای هراس‌انگیز خیابانی. اینا رو فقط به خاطر این بهتون میگم که بدونین من طعم این ماده اهریمنی و عجیب و با تمام سلول‌های بدنم چشیدم. طعمی که در ابتدا خودش رو به من شیرین نشون داد، ولی خب با گذشت زمان طعم شیرینش فوق‌العاده عوض شد و دقیقاً من همیشه مثالی رو که میخوام از شیشه بزنم، برای من شربت شیرینی بود که یک قطره سیانور توش بود و باعث شد که یواش یواش از من انسان دیگه‌ای بسازه. نذاریم بگم انسان دیگه‌ای بسازه، شخصیتی در کنار شخصیت من به من بده که برای من خیلی، الان که دارم از دور بهش نگاه میکنم، خیلی عجیب غریب و ناشناخته باشه. در این قسمت از برنامه من با آقایی صحبت میکنم که حادثه عجیبی رو در زندگیش به وجود آورد. خانمش رو، زن عزیزش رو به دلیل سوء ظن بسیاری که در اثر مصرف شیشه داشت در فریزر قرارش میده و بعد از مدتی فکر میکنه که نکنه از داخل فریزر فرار کرده باشه، به سراغش میاد و وقتی درب فریزر رو باز میکنه با جسد یخزده او روبرو میشه. این هدیه ماده است که نام او رو شیشه گذاشتند. من میخوام از خودش بپرسم چی شد که دست به چنین کاری زد. من وقتی شیشه میکشم فقط نقاط منفی طرف رو میدیدم. ولی انگار این عین یه دونه تاکسی مسافر رو سوار میکنه با خودش میبره. این یه افکاری رو برای من می آورد. یعنی زمان مصرف انگار من اون آدم سالهای پیش دیگه اصلا نبودم. افکاری سراغم میاد که اصلا قبلا با من بیگانه بود، من اصلا راجبش فکر نمی کردم. اصلا این خود ماده انگار حامل یه سری حرفا، یه سری افکار، یه سری پیامای مخربی. یه خاطراتی که از آدمایی که من فکر میکردم بدن در من وجود داشت، شاید اون رفتار زنم منو بر میگردون به اونا و فکر میکردم که چون اون آدما بد بودن این کارو کردن و زن منم دقیقا همون بدیو داره. والا ما زمانی که مصرف کردیم یه حسی بود، نمیدونم، یه فرمانی بود همیشه
خیلی دوست داشتم این کار انجام بدم. انگار که به هم مثلا میگفت امروز برو خونه فلانی، امروز این کارو بکن. من تابع دستور بودم. من با داداشم خیلی اختلاف داشتم. بعد یه شب رو فاز شیشه که بودم احساس کردم دیگه مال این خانواده نیستم. داداشم میخواد یه کاری کنه من طرد شم از اینجا. یه همچی حسی اومده بود سراغم که همون صدا میگفت آره تو اصلا مال این خانواده نیستی، تو سر راهی بودی، آوردنت بزرگت کردن، این داشه داره به تو حسادت میکنه. یه حس انتقام جویی رو من اومد که خیلی دوست داشتم همون آن داشتم رو خفه کنم یا بکشمش. زمانی که با این صدا صحبت میکردی، حرف میزدی، اون فرمان میداد، تو هم باش حرف میزدی؟ من به اون صورت نمیتونستم حرفمو بهش برسونم. احساس میکردم بدونی که من حرف بزنم و متوجه میفهمه. بسیار خوب، ادامه. بعد میخواستم برادرم بکشمش. حتی شب که خوابیدم تو ذهنم تصویرش ساختم که اومد خونه چجوری بکشمش، چی کار کنم، جنازه‌ش چی کار کنم. ولی حالا خوشبختانه یا متاسفانه اون شب اصلا داشتم خونه نیومد. شیفت کار وایستاده بود تا شبش. دیگه یه مقدار منم سرد شدم. فردا شبش که اومد دور مصرف شیشه کردم یه فکر دیگه ای به ذهنم اومد که مثلا بیام بهش لطمه بزنم. بهم میگم مثلا جیبشو بزن، برو مثلا ماشینشو انگولک کن، لطمای مالی بهش بزن، بذار خود از این ور آسیب ببینه. و منم همون جوری که دوست داشتم همون چیزی که میخواستم و انجامش میدادم. آیا فرامین شیشه را میتوان نادیده گرفت؟ جوان من با چه اندیشه‌ای گام در راهی می‌گذارد که پایانش زجر و فلاکت است. و آیا بهتر نیست اول شیشه را بشناسیم، مواد مخدر را بشناسیم و بعد به تجربه اش بپردازیم؟ مصرف شیشه مفهوم عشق را از میان میبرد. فرد دقیقاً دچار دوبینی میشه توی در واقع توی عوارض بلند مدت مصرف شیشه. دچار مرگ مغزی یا اسکیزوفرنی میشه به صورت آشفته، بدخلقی، بدرفتاری، بدبینی. اینا جز عوارض بلند مدت مصرف شیشه هستند که اگر فردی شیشه رو به طور مداوم تا 6 ماه مصرف کنه مطمئناً بعدش دچار این عوارض خواهد شد. حالتهای عصبی، رفتارهای عصبی از خودش نشون میده، بهانه جویی میکنه، توی مسائل و موارد و مشکلات مختلف در واقع یک حالتهای غیر منطقی رو از خودش نشون میده. اینها جز عوارض بلند مدت هستند و متاسفانه ما میبینیم که توی کشور ما با توجه به همه این نوع رفتارها باز هم مصرف شیشه بالاست. با توجه به اینکه خانواده ها باید به این نکته توجه ویژه بکنند که فرزندانشون تحت تأثیر افراد سودجویی هستند که از شیشه به عنوان یک ماده انرژیزا نام میبرند
در صورتی که شیشه نه تنها انرژیزا نیست، کاهش دهنده انرژی و مطمئناً فرد رو به مرگ می‌رسونه. معتادین به مواد مخدر چگونه می‌توانند زندگی سالمی را به دست آورند؟ آیا راهی را می‌توان در این کوره راه جستجو کرد که پایانی روشن و سلامت در بر داشته باشد؟ من بعد از گذشتن مدت کوتاهی مقام آوردم تو رشته تیراندازی، تو تیم استان تهران رفتم، تو تیم سمنان رفتم 2 دوره. مقام 5 المپیاد ایرانیان رو کسب کردم، مقام 2 جشنواره 541 رو کسب کردم و خودم به این صحبت رسیدم که بله من توانایی دارم، ولی مصرف مواد مخدر نمیذاش اینا شکوفا بشن. دوماد من شیشه مصرف داره و همیشه با دخترم دعوا داره. همیشه. یه بار شد که دوماد من با دخترم رفته بود بیرون خونه یکی از دوستا. موقعی که برگشتن اینا چون طبقات بالای منزل ما زندگی میکردن، صدای وحشتناکی از دختر من از خونه اومد بیرون و اینا که من اومدم برم و اینا دیگه نرفتم دخالت کنم چون نمیشد با این آدمی که اینجوریه من اصلا طرف بشم. بعد فردا صبحش که من دیدم گلوی دخترم نگاه کردم، دیدم واقعا جای دستایی که دومادم فشار داده و جای دستای دوماد من مونده روی گلوی دخترم. همیشه من احساس میکردم یه روزی این دختر منه میکشه. بله. مثلا به قصد کشتن میکشش، تمام میشه دیگه. تا جایی که رسید که من گفتم که عزیزم تو باید از این جدا بشی. اصلا به فکرم خطور نمی‌کرد که یک روز فرزند من به این اعتیاد دچار بشه. وقتی که خوب فکر کردم که چرا فرزند من باید به این بیماری دچار بشه، دیدم مشکل اصلی از تو خود خانواده شروع میشه. هرچند که اجتماع هم مقصر نیست. ما به فرزندمون اجازه‌ای که خودشو به ما نشون بده یا دردهاشو با ما در میون بذاره بهشون اجازه نمیدیم. تا حرف میزنن میگیم تو حرف نزن، بچه‌ای، حالیت نیست، چیزی درک نمی‌کنی و این بچه سرخورده میشه. وقتی که سرخورده میشه از ما جدا شده با دیگران پیوند میخوره. فرزند منم مستثنا نبود. اونم به همین طریق وقتی از خانواده دید چیزی نمیبینه کشیده شد به طرف دوستای دیگه. بعد از اینکه من فهمیدم اعتیاد داره، خب خیلیا برگشتن کوچکترین کاری که میشد تو منطقمون، چون اینو میدونستن معتاده، سری میآوردن گفتن که کار فرزند شماست. و همسرم به خاطری که آبروش پیش دیگران نره سریعا میرفت مبلغی که مثلا مال کاری که انجام شده بود و میداد. و این تهمت اینقدر زیاد بود که فرزند من به مرور باور کرد که واقعا خودش داره این کار رو انجام میده. یعنی هدفتون این هست که اینقدر بهش گفتن تا این توهم شکل واقعی بله. گرفت. اینقدر که گفتن فکر کرد که واقعا این کار رو انجام میده. خب بعد به خاطر همین اون شخصی که به این تهمت زده بود فرزند من میره سراغش، یعنی اون توهم وقتی که میگیرتش میگه برم سراغ این شخص و از میون ببرمش. فکر میکنه به فکر خودش این توهمی که داشته میکرده، صرفا به خاطر مصرف شیشه. بله، چون توهم داشت به خاطر این رفت سراغش و خواست باهاش درگیر شد. وقتی که درگیر شدن با چاقو زدش
و به خاطر همین سریعا اطلاع دادن به 110 و اومدن فرزند منو بردن و اول که کلانتری بود و بعد دادگاه و زندان. این گرز بر سر هر فلک زده ای فرود آید، ما باید منتظر چنین صحنه